سلام، چطوری بچه‌ها خوبین؟ برابکس چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز اومدم با یه سری محتوای جدید، بازیگرای جدید، سورپرایز دارم واسهتون دیگه. در کل یه ورژن جدید از جشنواره است. بچه‌ها قبل که بریم ورژن جدید جشنواره آرمان رو ببینیم، لایک و کامنت و ساب یادتون نره. برو که بریم. همون لیتس گو توه. لیتس گو که بریم جشنواره رو ببینیم. جانم سلام، خوبی؟ مرسی شما. مهینم، قرص کار به دوست سحر. جانم کارم داشتی؟ اینجا گیر کردم، میتونی خودتو برسونی؟ لوکیشن رو بفرست الان میام. باشه لوکیشن میفرستم. الان را میفتم. تو این هوا آدم دورته. چرا زنگ زدی به من؟ به یکی از رفیقام زنگ زدم، گفت به خدا گیرم. به یکی دیگه زنگ زدم، گفت خوابم میاد. به اون یکی هم زنگ زدم، اصلا جوابمو نداد. فدای سرت. این که حل شد. حواست باشه بعد از این با کی رفاقت میکنی؟ صدای جدید. دوبلو رو بردم برات این دفعه. عزیزم. این صدا فکر کنم از ته حلق در میاد. تو الان در بیار خب. من بلد نیستم. تمرین میخواد، این بازیگری میخواد، این دوبلوری میخواد. خیلی باید تمرین کنی که به این صدا تو برسی. من ماشین که خراب میشه با یه آچار یعنی درست میشه. یعنی تو تا اینجا فقط اینو فهمیدی که این آچار میخواد بکشه. دوستای دیگه‌اش نیومدن. این دختر اومده ولی با این صدایی که داره. همه پیچوندنشون اومده. که حل شد. حواست باشه بعد از این با کی رفاقت میکنی؟ خیلی ها فقط واسهشون منفعت داری یا باهات کار دارن. در غیر این صورت حتی دیگه شماره‌ت هم نمیشناسن. بریم ببینیم. بریم اول دستمو بشورا. به کسی نگو من که شب واقعا دیدی چقدر خفن بود؟ ببین داره چی میگه؟ بگو تو بگو چی میگه. ببین من انقدر صداش برام عجیب بود. جذاب بود. عجیب بود. چی شده؟ جوابشو ندادن. هیچی نشد تو این ویدیو. نه داره هیچ اینو میگه که اتفاقی توی آدما ویدیو به تو نیفتاد. نیاز دارن میان به سمتت. یکی زنگ زد اومد ماشینشو درست کرد با هم رفتن اونی که بیرون. نیاز نداره میاد هیچ سمتت، اتفاقی نیفتاد. وایسا بره دستاشو بشوره، بیاد با هم برید اشغال کنید، چون این آدم ارزششو داره. اگه بدونی بچه‌ها رو چطوری پیچوندم تو که خوبی نمیدونی من اینجوری شوهرمو پیچوندم اومدم تا اینجا. بعد نمیدونه تو الان کجایی. باشه بریم دردسر نشه. نه بابا ولش کن حوصله خونه رو ندارم و نهارشم درست کردم گذاشتم اونجا. چی شد؟ بچه‌شو گذاشته توی خونه، این شوهرشو پیچونده. بعد خوشحال من بچه‌مو گذاشتم. خب یه سوال، این آقا کیه؟ آقا شوهر که اون خانومه؟ اومده؟ اصلا اینا دارن خیانت میکنن نمیکنن؟ چیه نظر تو بگو؟ دوست دارم نظر کارشناسی تو بدونم. احتمال 99% این آقای شوهرشه که داره میاد به سمتشون. ما اینجا هیچ سرویسی نمیتونیم به شما ارائه بدیم. لطفاً بفرمایید بیرون. متوجه منظورتون نشدم. از بس حواستون به خیانت، لطف کنید بفرمایید بیرون. اولا شما اگر ادعای وجدانت میشه نباید بدون اجازه حرفای ما رو گوش میدادی. ثانیا ایشون خواهر منه. بعد عمری ایشون بدون شوهرش و من بدون زن و بچه اومدیم بیرون خوش بگذره. زهرا باشه بریم. ببخشید من عذرخواهی میکنم، مثل که سوء تفاهم شده. شما امروز غذا مهمون مایید. ببخشید. همه از راه دور قضاوت می سلام آقا، شما راجع به چون خیانت صحبت میکنید باید از این کافه برید بیرون. نقطه کلیدی ویدیو همین بود. کلیدی قضاوت نکنید کسی رو. صاحب رستوران صدای این دو نفر رو چجوری شنید؟ آفرین. داره میگه چی؟ فالگوش بودن کار بدیه، بابا. قضاوت کردن کار بدیه و کار بدیه. و مکالمه خواهر برادر این شکلیه. خواهره یعنی برادرش رو میبینه میگه من شوهرمو پیچوندم. آره این مثلا بچه‌هاشو میتونست پیچوندم. مثلا بگه من رضا رو پیچوندم. این دیالوگ آره منم قبول دارم. توی این فیلم کارگردان میتونست که خیلی قوی تر دیالوگ بنویسه. الان میام آقا رسولی سلام، خیلی مخلصم. یه بسته بینیستون به من میدی؟ حامد جون این 4 تا هم برداشتم، زود حساب کن بیا بریم. باش دست درد نکن. حساب کردی همه رو؟ جنگلیان برای من بگیر. تا چاوت بیا دیگه با جلو درن. باشه دیگه اومدم. کجا میری به سلامتی؟ داریم میریم شمال، جای شما خالی. اینا رو هم بزن تو حساب، برگشتم حساب میکنم. نوکرت. تو اینجا سوالی نداری؟ برید به سلامت. سلام رسولی، خسته نباشی. سلام پسرم. یه بسته بینیستون بهم میدی؟ پیاده چرا اومدی حامد جان؟ والا این ما چک زیاد داشتم، مجبور شدم ماشینمو بفروشم. تنهایی چرا؟ رفیقاش کجان؟ رفیقاش کجا؟ ژانر رازآلوده. زیادم رازآلود نیست. احتمالاً دوست دخترش رفته با یکی اون رفیقاش. بحث خیانت و این داستان است. نه اون سریال‌های ترکیه. دارم بهت میگم ورژن جدید رو بردم. رفیقام. الو. سلام مرتضی کجایی؟ شمال.
حداقل به منم میگفتی منم میومدم دیگه. جا نداشتین؟ یعنی چی؟ خوش بگذره داداش. رفیقام یه مسافرت کاری واسهشون پیش اومده، رفتم با هم دیگه که حلش کنم برگردم. البته آقا رسولی هر جا رفیقام خوش باشن منم خوشم. خیلی مخلصم. بزن به حساب. از این آدما دورم کن. پرداخت کن دیگه بیچاره آقا رسولی. هی بزن به حساب. دقیقاً داره این ویدیو اینو میگه که آقا رسولی های زندگیتون رو نگه دارید. آقا رسولی دیالوگی نداشت اصلا. این همه دیالوگ داشت، راهو داشت به اون بچه نشون میداد، گفت رفیقات کوشن، ماشینت کو. حالا که ماشینت نیست رفیقات هم نیستن. یعنی ماشینشو فروخته که خرج رفیقاش کنه؟ نه حالا چک داشته اینجور داستانا، ولی رفیقاش رفتن. تا موقعی که ماشین داشت رفیقاش میگه تا پولداری نوکر بند کیفتم. این تنها ایرادی که داشت محتوا میتونه تو ژانر شاید برای شما هم اتفاق بیفته قرار بگیره. هیچ ایرادی نمیتونم من بگیرم. بعد چرا آخرش گفت که من جای خوشحالم که رفیقام خوشحال قلب پاک. به جای درمون بزرگ شی که چاکراهات باز بشن و به این لول از زندگی برسونی خودتو. همینطور خدای دست وایستا. من مطمئنم تو خوب میشی. ما کنی با هم آرزو داریم. دورت بگردم من عشقم. دعا کن ان شاءالله خوب بشم برگردم به تمام آرزوهامون میرسیم. فعلا من رفتم تا بیام. راست میگفتن گاهی وقتا باید خودتو این چیه؟ تعجب بازیگر. کارگردان داره اینجا اینو به ما میگه که کارگردان داره اینا؟ بله همه‌شون کارگردان داره. که چی؟ که حمید آدم ساده لوحیه. چون باید میفهمه توی اون سکانس این دختر ازش خوشش نمیاد. میدونین داره حمیدو یه آدم ساده لوح نشون میده. اصلا با حمید کار ندارم. من با دختره کار دارم. چرا یکم طبیعی بازی نمی‌کنی حداقل؟ تعجب نکن اصلا. تو تعجب کن ببینیم تعجبت چه شکلی. زنی به مردن تا طرف مقابل تو بشناسی. چی شد؟ تو که میگفتی بدون تو میمیرم. از قدیم گفتن کسی که قیافه نداره رو میشه با عمل زیبایی درستش کرد، ولی کسی که ذات نداره رو نه. امتحان تو زیاد سخت نبود. رفاقتتون پایدار، رفیق قدیمی. مکش منو برد تو سرگذشته. چقدر خفن بود این تعجب ویدیو. دوم دختره رو دیدی؟ حمید مریضه. دوست دخترش حالشو بپرسه، بره بیمارستان ببینه این مریضه، این مریض نیست. یعنی همش داستان بوده. گفتی گفت برو مواظب خودت باش دیگه. ان شاءالله خوب بشی برمیگردی. بعد حمید مریض نبود، برگشت. یعنی تقریبا حمید یه رو بعد برگشت دید جا تر بچه هم هست، ولی یکی با رفیقش با بچه هست. آی مامان ولی خیلی استرس دارم. شرکت به یک خفنی اگه قبولم نکنن چی؟ آخ من دورت بگردم ان شاءالله که قبولم میکنن. همه مشکلاتمون هم حل میشه. دعا کن مامان. خدافظ. من برای آگهی حسابداریتون مزاحم شدم. راحت بشین. گفتی تحصیلاتت چی بود؟ من فوق لیسانس مدیریت دارم. باریکلا. حالا چیکارا بلدی؟ اونجا اصلا میزان تحصیلات مهم نیست. مهم زیبایی که اونم تو خیلی داری. متوجه نمیشم منظورت. واقعا سخت فهمیدنه؟ واقعا سخت فهمیدنش. یه دختر میره توی شرکتی واسه استخدام. طرف یه همچین جمله بهش میگه اینجوری نمی‌کنی منظورتون رو نمیفهمم، که میری بیرون یه چیزی به طرف میگی میری بیرون. تو که باهوشی. تو فقط با من باش میری بالا. فقط کافیه تایماتو من میزون کنی. جشنی، بیرونی، شب موندنی. میدونی چیه؟ کلی پسر با فهم و با شعور و تحصیل کرده تو دانشگاه‌های ما هست. لیاقتشون الان اینجا روی این صندلی جای تو بشینن. اما خب بابای تو خوششانس‌تر بوده و پسر بیشوری مثل تو اینجاست. راستی این کارمندی که مد نظرته 2 تا کوچه پایین‌تر بغل سدزباله پر بود. حتی بهت کار نمی چی؟ بغل سدزباله پر بود 2 تا کارمند؟ این یکم گنگ بود. بازیگر مرد خوب بود یا نه؟ معلومه که خوب نبود. دقیقاً همینه. این داره به ما اینو میگه. این پسر نه استعدادی داره، آدم بی‌ادبیه. سر این نقششو بد بازی کرد روشنه. وایسا. اصلا به نقش کاری نداره. بله. طرف میخواد مخ یکی هم بزنه. درست. اینطوری مخ نمیزنه که. آفرین. این داره همینو میگه که آقا روز اولی که یه کارمند میاد نباید این حرفا رو بهش بزنی. مرتضی زوغا نداریم یادم رفته. ای بابا ریحانه مگه نگفتم هر چی نیاز داری یه بار بگو. بعد این همه رو یه بار دیگه برم. مسخره‌ش در آوردی ها. دیگه مطمئنی چیز دیگه نمیخوای؟ نه فقط زوغا کافیه. ریحانه بیا بشین تا مرتضی میاد. ریحانه من واقعا ناراحت شدم مرتضی با تو همچین رفتاری کرد. من تو رو دوست دارم.
این صحنه رو دیدم واقعا نتونستم بهت نگم. میشه با هم باشی؟ واقعا خجالت بکش مرتضی مثل چی آوردی؟ این یه دونه رو خودم تا الان نفهمیدم. گفتم شاید بیارم تو یه ایده‌ای به من بدی، شاید بفهمم موضوع این ویدیو چیه. تو هم نفهمیدی تا اینجا؟ شد؟ نه. داداشته. این دفعه رو نادیده میگیرم، سری بعد مجبور میشم به مرتضی بگم. در ضمنم یادت باشه اگه کسی با عشقش بد صحبت میکنه دلیل نمیشه که ازش متنفر بشه. دیدی حالا الکی من تحصیل عشقمو نکشیدم؟ ریحانه جان ناراحت نباش، این فقط یه امتحان بود. بیسم داداشم. ببین این محتوا میخواد به ما چی رو بگه؟ بابا محتوا یعنی دختر نباید زن ناراحت شه بگه بابا مرتضی تو به من اعتماد نداری که این بلا رو سر من میاری، نباید شاکی شه از اون پسر. ما دقیقاً توی این محتوا ما می‌خواستیم بیننده خودش به اینجا برسه که باید اینجا دختره عصبانی میشد بگه آقا امتحان یعنی چی. بازی‌ها جذاب بود ولی بازیگرای جدیدن، اینا باید اینم در نظر بگیری. اینا اومدن تازه توی این عرصه فیلم سازی، نیو فیسن نو نیم. گوشیمو جا گذاشته بودم. آره اینجاست. مرسی دیرم هم شده بود شدید. بشین کارتون. اصلا میشه کم زودتر بگی من واقعا دیرم شده. دیروز کجا بودی؟ خب معلومه دیگه با دوستان بیرون بودم. آها. پس اونی که بهش پیم دادی با گوشیت گفتی بعد زود برگردم خونه علی متوجه نشه. اون کیه؟ چی؟ گوشی منو چک کردی؟ تو چطور به خودت اجازه دادی؟ تو حق نداری گوشی منو چک کنی. من دیگه یه دقیقه هم نمیمونم اینجا. حق نداشتم نه؟ گفتی نرو گفتم باش. گفتی نگرد گفتم باش. گفتی نبین چشامو بستم. من به همه رو می‌خواستی خودت تکون بدی. یه دقیقه صبر کن. به خدا اصلا اونجوری نیست که داری میگی. خیانت توضیح نداره. جای واسه من توی خونه نداره. ببخشید. گفت از خونه من بیرون. شاید میخوای بگی قیافه دارن بازیگر شدن. اینا بازیگر نیستن آرمان. الان بازی میکنن دیگه. هم بازیشون خوب بود، هم قیافه‌شون خوب بود. دیالوگا قدیم و شتو بگو. ببین واقعا آشغال بود این ویدیو. اینطوری نگو ناراحت میشم. نهار چی داری؟ باورت نمیشه امروز با چه حالی غذا درست کردم. این بچه هی لگد میزد اذیت میکرد. آقا قربونش برم به باباش رفته. یه دستمال بده. چیه؟ روش چجوری اینجاش بوده و ندیده خودش. قربونش برم به باباش رفته. بابا فقط شیطونه. بابا لگد میزنه شیطونه منظورش این بود؟ آره دیگه شیطونه به بابا باباش خیانتکاره. نمیدونم. چیه؟ نمیدونی؟ چند ماه دیگه پدر میشه. حداقل از بچت خجالت میکشیدی. بذار من بهت توضیح میدم. این هیچ عشقی در میون نیستش، فقط به خاطر نیازمه. خفه شو بابا. من دفاعی فعلا نمیتونم بکنم. تو هم بارداری. شرف. من وقتی اون روژا دیدم ازت دل کندم. این کشیدم از طرف بچه‌مون زدم. دیگه نمیخوام ببینمت. آشفته در خانه دیگه بچه هنوز به دنیا نیومده. چی میگی؟ این چقدر طرف بچه زدم اتفاق بدی افتاده الان تو زندگی. الان باید خشمگین شی، الان باید فحش بدی، الان باید یه غلطی بکنی. چی؟ خانمه زدتش قاطی کرد گفت خفه شو فلان. ببین من میتونم این انتقادو بکنم از این بازیگر مرد. یکم مصنوعی بازی کرد. یعنی اون تایمی که فهمید مصنوعی بازی کرد. اون تایمی که کتک خورد خندید به جای که عصبانی بشه. بازیگرایی که آوردی مصنوعی ان. به جز آقا رسولی. چی گفتی؟ ببین تو داری باورت میشه اینا بازیگرن. دیدی؟ همینه. ماتریکس همینه. من می‌خواستم از این ویدیو تو اینو بفهمی. داره میندازه تو این داستانا. خوش آمدی. عشق من حاضرم. خیلی خوشحالم. باورم نمیشه داری برام ماشین میخری. قربونت برم عزیزم. فقط یه مسئله هست که باید بده. چی شده؟ چه مسئله‌ای؟ فعلا به جای 207 باید بر 206 بگیرم. همین مسئله کوچیکیه. به جای 207 206 بخری؟ عشقم به خدا مامانم صبح بهم زنگ زدی کمی پول لازم داشت. بهش نتونستم نبگم. ای بابا اصلا من از این شانسا نداشتم. حالا تو این وضعیت باید بهشون پول قرض میدادی؟ میدونی راستش بابات صبح کت چیه پوشیدی وسط خونه؟ این کت میدونی از کدوم کتاست؟ رویای خود را با ما به واقعیت تبدیل کنید. وسط خونه واسه چی کت پوشیدی؟ موضوع اصلی این ویدیو 206 207 بود. چقدر حالا مگه فرقش؟ یه دونه. این داره همینو به ما میگه که آقا یه دونه رو چیز کوچیکی نبینه. زنگ زد گفتش که طلبکارا رفته در مغازه‌اش داره آبروریزی میکنه. من به خاطر اینکه آبروی تو نره تو خورد نشی پول بهش قرض دادم. الان برای من پول مهم نیستش که تو بخوای 206 رو به 207 ترجیح ندی. اصلا برو سراتو بخره. من طرفمو شناختم. نشد بشیم همیشگی ما وای
خاطر پدر تو من واسه تو دارم 206 میگیرم. تعجب دختره. من چرا اومدم با تو؟ فکر کنم رو کته حساس شدی. یعنی اینو باید میدادم به این رزنال نمیدونم چیای دبی‌یا. بچه تو شما یه چیز سفارش میدید من برم تو سرویس بهداشتی. باشه خانمم برو زود بیا. محمد رضا یه چند وقت دیگه مراسمتونه، میخواستم یه چیزی بهت بگم. میدونی که ریحانه دوست قدیمی منه، چون ذاتتو دیدم میخواستم یه موضوعی بهت بگم. چه موضوعیه که من خبر ندارم؟ میدونستی که ریحانه دختر نیست؟ البته قبل از تو. پسره؟ گفتم بهت بگم شاید نه. پسره؟ من نمیتونم اسپویل کنم، بهتر خود ببین. نظرت عوض بشه. قبل من مهم نیست، الان مهمه که کنار منه. اگه اون دختر نیست خب منم پسر نیستم. ریحانه دور خودم اینجا پشمام ریخت. گیریم اینا فکر کنم. اونو دختر یا اینو پسر. راشو زده، منم دورامو زدم. اینکه دلیل نمیشه هر کی تو گذشته اشتباه کرده آدم بدی باشه. خب ببخشید دیر کردم، داشتی چی میگفتی؟ هیچی عزیزم، ماریا دوست داشت کلی تعریفتو میکرد پیش من. ماریا ریدی. ماریا شبیه بلووال نبود. ست آبی. هم آدما رو به فنا میداد، هم ست کلا آبیه، یعنی لنز آبی، سایه آبی، کلا آبی. موضوع ویدیو رو متوجه نشدم. بذار بهت بگم موضوع ویدیو اینه که دختر باشه. مهم نیستش که گذشته طرف چیه. مهم الانه که پسر دختره و دختره پسره. ولی تو باهاش خوشحالی یا نه؟ من معمولا به هومن میگم باید با کسایی رفت آمد کنیم که تو شأن و شخصیت ما باشن. من بیشتر میام کافه دانی و بهترین نوشیدنی ها رو سفارش میدم. اما شما چی؟ میرین قهوه خونه چای میخورید. شما اینقدر تابلو وقتی طرف نشسته همچین حرفی میزنی تو صورتش. اینقدر روک خوب نیست. ما هم می‌خوایم همین رو بگیم توی این ویدیو. میان کافه بهترین نوشیدنی و تنهایی میخوریم، ولی من و خانومم میریم قهوه خونه چایی و تو نربکی میخوریم و با دوستامون کلی کیف میکنیم. آره من و شما خیلی با هم فرق داریم. ما دستشویی خونمون 40 متره. شما چجوری تو خونه 5 متری زندگی میکنی؟ ما فقط زن و شوهر نیستیم، 2 تا رفیق صمیمیم که تو همون خونه 50 متری با عشق زندگی میکنیم. ما کوچکترین سفرمون دبیه، رومون نمیشه یه دونه استوری بذاریم. شما بزرگترین سفرتون شماله، اونم با چادر مسافرتی 30 تا استوری میذاریم. چرا نمیرینه بهش اون طرف مقابل؟ الان با هم دوستن اومدن کافه نشستن رو بریم هم. این ویدیو میخواد چی رو بگه؟ چی میخواد بگه؟ اینو میخواد بگه که آقا اصلا تو نباید با هر کسی بشین سر یه میز. تیکه میندازه روک داره بهشون. انگار ببین دو تا ان دست اون یک تو طرفین انا رو دارن به هم دیگه پاس میدن. اینطوریه. بازی ان دستت بگیره. انا میگیره دستش بگیره، انا پرتاب میکنه دست اون یکی، انا میفرسته دست اون یکی. اون فاز این رفیقات چیه؟ فازشون اینه که تو خونه 50 متری به توافق رسیدن، 2 تا بچه دارن. ولی من و تو همون پنت هاوسی که شما میگی 10 سال هنوز به توافق نرسیدیم واسه بچه. اینا فازشون اینه که با چادر مسافرتی تو شمالشون خوشن، با عشق بازی میرن، با عشق بازی برمیگردن. ولی من و تو دبی یا همون امریکاش هم خواهر برادر میریم، خواهر برادر میان. شما میگه همشن گیر بیاریم، ملالی نیست. من با همشنهای خودم میرم قهوه خونه چای آلبولو میزنم، شما هم بشین اینجا تا همشنت برسه. اوه شوهرش با اینا همدست بود. این ویدیو میخواد به ما چی بگه؟ بجز این که از سر میز پاشی بری، میخواد یه چیز دیگه به ما بگه. هیچ کدوم از ویدیوهات هیچی نگفت. پول به مهم نیست. مهم اینه که تو خوش باشی. شاید داره یکم اغراق میکنه که پول مهم هست. زیادی هم مهم هست. از همه چی مهمتره. تو برای بقا واقعا باید پول داشته باشی. چرا تو پنت هاوسشون با هم صحبت نکردن؟ چرا الان شوهره الان یهو تا اینا یه حرفی زدن پاشد باشون رفت؟ اینو جواب بده. خب اومدن تو کافه صحبت من با دوستاش، خواسته مثلا یه معاشرتی کنه با رفیقاش. معاشرت چی؟ اینجا داشتن همدیگه رو میکوبیدن. داشتن میخوردن. کدوم ورژن این برنامه رو دوست داشتید؟ همه سمترش کدوم بود؟ از همه سمتر صدا رو دوست داشتم. نه آره مکانیک. صدای اون دختر مکانیکه رو دوست داشتم. مجبورم بازی من مجبورم بچه‌ها اینجا نشستم من از من سوال می‌کنم من باید جواب بدم. از آقای رسولی هم خوشم اومد. تو زندگیتون آقا رسولی باشید. بچه‌ها اگه دوست داشتین لایک و کامنت و ساب یادتون نره. نامم اشتی باشید.